با سلام خدمت دوستان گرامی. امروز میخواستم پاراگراف های منتخب از رمان او آنزا بدون من رو براتون بخونم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. با عجله خود را به خانه مادر بزرگ رساندم. سیلاب اشکایم تمام شدنی نبود. اگر اتفاقی برای مادر بزرگ میافتاد، اگر در آن دیار غربت چشم از دنیا فرو میبست، چه باید میکردم و با چه امیدی باید زنده میماندم و به زندگی پر از درد و تنهایی خود ادامه میدادم و با آن غمهای بزرگ کنار میآمدم. در خانه مادر بزرگ چشمانم را به هر طرف میچرخاندم. باغچه ها در سکوت سنگینی فرو رفته و از در و دیوار خانه غم میبارید. چشمهای اشکبارم را از شاخه های خیس و باران خورده و بی گنجشک درختان جدا نمی کردم. اصلا نمی دانستم بر سر گنجشک ها چه آمده است. چرا خاک گلدان ها خشک شده و چرا شمعدانی ها هنوز گل باز نکرده اند. از صدای جیک گنجشک ها خبری نبود. هیچ گنجشکی نبود که برای یافتن دانه تقلا کند و جفت‌پا روی چمن‌ها و باغچه‌ها به هر طرف بپرد یا روی شاخه‌ای بنشیند و نوکش را تمیز کند. لب حوضه نشستم و چشمانم را به آب سبز حوض دوختم. برای لحظه‌ای از زیر بار غم‌ها آزاد شده و ناخواسته لبخندی بر لبم نشست. به یاد می‌آوردم که مدت‌ها قبل گذرم به قصر بزرگی افتاده. در آنجا حوضی را دیدم که ماهی‌های قرمزی در آن شنا می‌کردند. آن روزها خیال می‌کردم نظیر آن حوض در هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌شود. اما حالا روزها و ماه‌ها و هفته‌ها گذشته و تغییرات شگرفی در افکار و سبک زندگیم حاصل شده است. احساس می‌کنم این خانه مادر بزرگ من است که نظیر آن در هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌شود. حتی حوض آن خانه هم صفا و سادگی حوض خانه مادر بزرگم را ندارد. اصلا صفای حوضی که مادر بزرگ با دستهای خودش بشوید و پرآبش کند در هیچ کجای دنیا یافت نمی شود. اما حالا چه فایده که بی او طبیعت آن خانه سنتی به طور عجیب و غیر قابل تصوری در یک سکوت وحشتناک فرو رفته است. مادر بزرگ با همه سخاوت و محبت ناوش رفته و عطر گلها، صفای باغچه‌ها و تراوت آب را هم با خودش برده بود و من از آن همه نشستن کنار حوض و تماشای آب و نظاره آن باغچه‌های سرد و بیروح که با برگ‌های خشک و بیزان انباشته شده بود چیزی جز رغبت و سستی